حیات و فعالیت آتو هان، پدر فیزیک هسته‌ای و کیمیایی رادیواکتیوی. آتو هان 8 مارس سال 1879 در فرانکفورت آلمان در عائله میانحال تولد شد. پدرش تاجر بود و میخواست که پسرش معمار شود، اما آتو به خیمیا مهری کلان داشت. او در دانشگاه‌های ماربورگ و میونخن تحصیل کرد و در ساحه خیمیای ارگانیکی دانش گرفت. سال 1901 رساله دکتری‌اش را درباره حل کننده ها حمایت نمود. پس از ختم به انگلیا و فرانسه رفت. در پاریس با ماریا کیوری واخورد و به ساحه رادیواکتیوی شوقمند شد. بازگشت به آلمان. او را به مرکز پژوهشی کایزر ویلهلم آورد که دیرتر راهبر آن شد. در آنجا همراه با فیزیک فرانس شتراسمان تحقیقات‌های مهم هسته‌ای انجام داد. پس از تجربه با بمباران کردن اورانیوم با نیوترون، آنها کشف کردند که یادرای اورانیوم جدا می شود و عنصر نو بری حاصل می شود. این اولین بار در تاریخ بود که جداشوی یادرا در لابراتواری انجام یافت. پدیده‌ای که اساس انرژتیکی هسته‌ای و بمب اتمی را گذاشت. هان با وجود کشفیات بزرگ به ساختن بمب اتمی مخالف بود. او در آلمان ماند ولی از سیاست دوری جست. پس از جنگ در بریتانیا بازداشته شد ولی بعدتر آزاد و احترام شد. سال 1944 برای سهمش در کیمیا و کشف جداشوی یادرا جایزه نوبل در کیمیا گرفت. هان تا سال 1960 پرزیدنت جمعیتی ماکس پلانک را به دوش داشت. وی سال 1968 در سن 89 سالگی در آلمان درگذشت. کشف کننده جداشوی یادرای اورانیوم، پایه‌گذار کیمیای رادیواکتیوی، پیشاهنگ انرژی هسته‌ای، نمونه عالم با وجدان علمی، میراث علمی آتو هان به حساب می رود. امروز نام او در مرکزهای هسته‌ای، کیمیا و مکتب‌های علمی جاوید است. یک عنصر کیمیاوی با نام هانی نیز به احترامش پیشنهاد شده بود.